سلام دوستان، وقتتون بخیر. جلسه 17 همه دوره رو داریم با هم پیش میریم. توی جلسه شماره 6 ویدیو شماره 6 در مورد آموزش سیگنالگیری با اندیکاتور ایچیموکو صحبت کردم. 5 روش سیگنالگیری با اندیکاتور ایچیموکو رو صحبت کردیم که یکی از اون روش چیکو بود که حالا با اون روش کاری ندارم چون که خیلی خیلی نزدیکی به کلاس تنکنسنکی جونسن که حالا با یک هندل اختلاف گاهن هم خیلی نزدیک به اون کلاس اتفاق میفته. به خاطر همین وارد اون مبحث نمیشم، مبحث مهمی نیست. وقتی ما داریم در مورد تنکنسنکی جونسن صحبت میکنیم، کلاس تنکنسنکی جونسن، خود به خود دیگه اون سبک چیکو رو میتونیم بذاریم کنار. فقط صرفا جنبه راهنمایی و اون یادآوری داشت که حالا توی اون ویدیو آموزشی، تو ویدیو شماره 6 در مورد سیگنال گیری با چیکو هم صحبت کردم آخر ویدیو. ولی خب 4 تا سیگنال گیری اصلی که شرح داده بودن، بعضی از کاربران گفته بودن که خب اینا اگه میشه که بیایم روی تصویر، روی چارت نمایش بدیم که به چه صورت در واقع تو طولانی مدت ترید میکنه و البته با مدیریت سرمایه که توی 14 15 جلسه قبل در موردش صحبت کردیم. البته 7 جلسه قبل توی 14 15 جلسه هی مقدمات رو پیش رفتیم تا اینکه حالا مدیریت سرمایه به روش انواع روش‌های مارتینگل و دوب مارتینگل هجینگ و اینا رو کامل بستیم، گذاشتیم کنار. ولی خب طبیعتاً کاربرا که می‌دیدن فیلمو و هی گفتن که خب این روش ایچیموکو هم بیایم. از اینجا به بعد ما هر استراتژی که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم و می‌خوایم با هم پیش بریم، قراره در نهایت با مدیریت سرمایه‌ای که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم توی همین دوره آموزشی اونا رو تست کنیم روی چارت، مثل الان که دارید می‌بینید و می‌خوام الان تستش رو انجام بدم. خب ببینید، من ببینید دقت کنید که بالا نوشته ویدیو شماره 17. خب این در واقع این تستی که میخوام انجام بدم مربوط به ویدیو شماره 17 است. من اینو ذخیره میکنم، حالا اگه دوستان کسی خواست اطلاع میده، حالا با تغییرات و شخصی سازیایی که خودش مد نظرش داشت من ارسال میکنم خدمتتون، مشکلی نیست. خب ببینید اینجا ما تنظیمات ایچیموکو رو داشتیم. اگه یادتون باشه توی ویدیو شماره 16 ویدیو قبلی ما تنظیمات مکتی رو داشتیم که قرار بود واگرای مکتی رو توی 4 تا روش واگرای در واقع 2 تا برای سیگنال سه و 2 تا برای سیگنال بای توی شماره 16 با هم چک کردیم. حالا توی این ویدیو میخوام که 4 تا روش سیگنال گیری به وسیله اندیکاتور ایچیموکو توضیح بدم. خب اول که باید 3 تا متغیرهای ایچیموکو رو ما داشته باشیم که تنکنسنکی جوسه و سینکو اسپن بی هستش که این 3 تا متغیرهای مربوط به ایچیموکو است که 9 26 52 پیش فرضی که شما میتونید تغییرش بدید. اما در اینجا ما یه دونه گزینه اضافه اسمش داشتیم، حالا تایپ چی، حالا همینجوری اسمش گذاشتم تایپ چی، منظورم تایپ نوع ایچیموکو بوده که بچه اساسی میخوایم ترید انجام بدیم. وقتی کلیک میکنیم به 4 تا گزینه داریم. تنکنسنکی جونسن که در واقع کلاس تنکنسنکی جونسن. من دیگه وارد جزئیات نمیشم که قراره چطور انجام بشه. ویدیو شماره 6 رو برید ببینید اگر ندیدید یا که فراموش کردید چند تا ویدیو گذشته. ویدیو شماره 6 همین دوره رو برید ببینید. ببینید تنکنسنکی جونسن قراره کلاس کنه با این روش. این روش تنکنسنکی جونسن قراره کلاس کنه و همچنین ابر کومو هم دخالت داره که اگه تنکنسنکی جونسن کلاسش بالای ابر کومو بود یادتون باشه سیگنال بای، اگه زیر ابر کومو بود سیگنال سل. اینجا کلا ابر کومو فقط کار میکنه، یعنی که هر موقع ابر کومو سیگنال برعکس داد. یه نکته من اونجا تو اون ویدیو فکر کنم فراموش کردم، من ندیدم، حالا گفتم شاید گفتم چون زدم جلو، شاید جایی گفتم، ولی اینو ببندم. یه نکته من بگم که احتمالاً نگفتم تو ویدیو شماره 6. ببینید ابر کومو 26 تا کندل جلوتر رو داره نمایش میده. خب وقتی ما میگیم کراس ابر کومو یعنی کراس 26 کندل آینده رو مد نظر، نه کراس بالا سرش. من فکر کنم حالا شاید اشتباه هم گفتم کراس بالا سرش رو. البته شاید در مورد مود صحبت نکردم تو ویدیو شماره 6، ولی توی این ویدیو رو دارم خدمتتون میگم که کراس ابر کومو یعنی قرار باشه با اون سیگنال بگیریم، منظور اون کراسیه که تو 26 تا کندل آینده میخواد اتفاق بیفته، یعنی این کراس. خب تو این قسمت این کراسی که شما میبینید اینجا اتفاق افتاده در واقع زمانی بوده که بازار اینجا تو این قسمت بوده. من این بیارم چقدر فاصله، بعد 26 تا کندل مثلا توی این کراس ما برگردیم ببینید الان 20 دقیقاً اینجا توی این قسمت کراس این 26 تا کندل آیندهش میشه این، یعنی زمانی که این قسمت نمودار هنوز به وجود نیامده بوده و بازار اینجا بوده، این کراس ایچیموکو توی این قسمت پیش بینی میکنه که میخواد بس خیلی سیگنال خیلی قشنگ و تمیزی هست که ما با وسیله ابر کومو تست هم میکنیم، وسیله ابر کومو سیگنال رو بگیریم. و توی این لحظه وقتی کراس اتفاق میفته الان در حال حاضر نمودار ابر کومو به چه صورته؟ به صورت نزولیه. چرا؟ چون که سینکو A زیر سینکو B قرار داره. مبحث سوم
سیگنال گیری با اندیکاتور ایچوموکو بود توی همون ویدیو 6. خب پس ما وقتی که میگیم که میخوایم کراس ابروکومو رو چک کنیم، در واقع 26 کندل آینده کراس کرده بررسی میکنیم. خب بریم سر اصل موضوع و مورد بعدی که چهارمین حالت هست میشه اسمش گذاشتم چارت کومو. در واقع کراس نمودار با ابروکومو هست که هر موقع نمودار ابروکومو رو کراس بکنه قراره سیگنال گیری انجام میشه. توضیحاتش هم خب عرض کردم قبلا، برید و رجوع کنید به همون ویدیو. خب ما الان میخوایم با هم تستش کنیم. اول بیایم تنکنسن جونسن رو تست کنیم که هر موقع این دوتا کراس کردن. یه نکته ببینید، حتما الان دارم مدیریت سرمایه پشتش میندازم. کپیتال منیجمنت رو شروع کردم، استارت اوردر رو گذاشتم روی حالت تکنیکال و استراتژی رو گذاشتم رو کاستوم استراتژی، یعنی که استراتژی که بر اساس غیر از اون استراتژی که حالا پیش‌فرض خود این ربات و پارابولیکسار بود، این استراتژی رو گذاشتم رو کاستوم استراتژی که الان قراره حالا با ایچوموکو انجامش بدیم. خب تنکنسن جونسن رو گذاشتم به عنوان نحوه اوردرگیری و سیگنال گیری و اوکی میکنم و استارت رو انجام میدم. یه چند تا سیگنال با هم پیش میبینی صورتم. حالا در نهایت حالا با ابروکومو من خیلی مد نظرم بود که چک کنید با هم. حتی کراس نمودار با ابروکومو هم خیلی سیگنال قشنگی داره. خب حالا به خاطر که بالا بدونیم که چه اتفاقی داره میفته، صرفا جنبه نمایشی داره این قسمت که ما بیایم که ابروکومو رو در واقع اندیکاتور ایچوموکو رو روی چارت بندازیم. سرعت کار یکم میبرم بالا. اولین کراس اتفاق بیفته، یک کراس با یک کراس سل. ما قراره با الان اینو کم سرعتشو کم کنم، صحبت داشته باشم اینجا با تو. ببینید قراره که با کراس تنکنسن و کیجونسن این سیگنال گیر رو انجام بدیم. یعنی هر وقت که این کراس اتفاق افتاد قراره که سیگنال گیری انجام بشه و اوردر گرفته بشه. خب یکم سرعت رو میبرم بالاتر که اولین اوردر گرفته، در واقع اولین سیگنال گرفته بشه، اولین کراس اتفاق بیفته. احتمالاً الان یه سیگنال سل قراره داشته باشیم، کراس داره از بالا به سمت پایین داره اتفاق میفته. خب سرعت رو خیلی زیاد کردم. به سیگنال سل اینجا توی این لحظه با این کراس اتفاق افتاد و اوردر رو گرفت. یکم جلوتر مجدد اینجا کراس بای اتفاق افتاده و سیگنال بای اوردر بای گرفته شد و خب هر دو هم تکرافیت خورد. من بازم تکرار میکنم، تو جلسات قبلم گفتم هدف این نیست که سوددهی رو با هم دیگه چک کنیم. هدف اینه که در واقع استراتژی رو با هم چک کنیم. حالا اگه استراتژی خیلی خوبی هم در میاد، من از خودم سلام مسئولیت میکنم. در واقع من هدفم مدیریت، توضیح مدیریت سرمایه است با انواع روش‌ها و استراتژی‌ها. حالا شما استراتژی‌ها رو هم در کنارش یاد میگیرید که استراتژی خیلی خوب و موفقی هم هستن. خب یکم سرعت الان زیاد می‌کنیم، در واقع چند دقیقه که حالا یه وین ریت در مورد اینم ببینیم. چون حالا مدیریت سرمایه رو در واقع چک می‌کنیم. ببینید با هر کراسی که داره اتفاق میفته داره همینطور با کراس تنکنسن جونسن داره اوردرگیری رو انجام میده. گراف رو چک کنیم، می‌بینید که گراف خیلی تمیز داره شکلش داره به نمودار یه گراف صعودی رو ما داریم می‌بینیم، چون مدیریت سرمایه خیلی تمیزی پشتش هست. و عرضم به حضورتون که به این صورت حالا با کراس تنکنسن جونسن ما سیگنال گیری رو انجام دادیم. اینو یه استاپ میکنم و میرم بعدی رو با هم دیگه چک میکنیم. خب بعدی میشه تنکنسن جونسن با ابروکومو. خب اینم باز چک کنیم به همون صورت. این دیگه توضیحات زیادی دیگه نداره، همین کراسه میخواد اتفاق بیفته، اما با این شرط که اگه بالای ابروکومو بود قرار سیگنال بای بده، اگه پایین ابروکومو بود سیگنال سل. یعنی اگر بالای ابروکومو سیگنال سل اومد دیگه اوردر گرفته نمیشه. یه استارت بکنیم و ببینیم. همون اوردر اولیه بود که الان گرفتیم، اوردر سل. گفتم الان ما منتظر یه اوردر سل هستیم. این اوردر سل الان احتمالاً نباید گرفته بشه، چون فکر میکنم نمودار بالای ابروکومو بود. حالا چک کنیم، شاید هم اشتباه میکنم. اینجور به چشمم اومد.
بله ببینید اینجا سیگنال رو نگرفت. چرا؟ چون کراس اتفاق افتاد، ولی چون نمودار بالای ابر و کمو بود و یک نمودار صعودی رو ما داشتیم، اینجا سیگنال سل رو نگرفتیم. خیلی ها هستن که با ابر و کمو رو در واقع دخالت میدن توی سیگنال گیریش. ابر و کمو در واقع نقش حمایت و مقاومت خیلی خوبی داره توی چارت. خب در واقع فیلتر میکنیم دیگه. و زیر ابر و کمو حالا دیگه ما منتظر سلیم دیگه. اگه کراس اتفاق بیفته فقط سل میگیریم. خب الان همونطور که اینجا کراس بای اتفاق افتاد ولی اوردر بای نگرفت. چون که زیر ابر و کمو هست. ما زیر ابر و کمو انتظار سل داریم. خب اینجا مجدد اینجا کراس اتفاق میفته و چون زیر ابر و کمو از اوردر سل گرفته میشه. پس اینم شد در مورد در واقع کراس تنکنسنکی جوسن با دخالت ابر و کمو. خب بریم سراغ اون ابر و کمو، یعنی در واقع سیگنال گیری به وسیله خود کمو که گفتم که 26 تا کندل آینده رو میخواد بهمون بگه. تنظیمات رو میذاریم روی کمو، اوکی میکنم و استارت میکنم. من سعی میکنم که ویدیو طولانی نشه، نمیدونم چرا طولانی میشه، ببخشید دیگه. خب ببینید اینجا قراره با ابر و کمو با سیگنال گیری انجام، یعنی این ابر. ببینید هر موقع کراس اتفاق بیفته، الان یک نمودار صعودی رو داریم، هر موقع نمودار برعکس بشه و الان بعد سیگنال سل، یعنی به هر موقع برعکس شد کراس توی این لحظه از بازار کراس اتفاق بیفته، اینجا اوردر سل برای ما میگیره. چون گفتم 26 تا کندل بعد یکم سرعت زیاد میکنم. ببینید اینجا کراس اتفاق میخواد بیفته و اولین اوردر گرفته میشه. اینجا باز به همین صورت خب دیگه سرعت یکم زیادتر کردم، دقیقاً داره با ابر و کمو داره اوردر گیری انجام میده. تمام سیگنال ها رو با ابر و کمو داره میگیره. گذاشتم با ابر و کمو دیگه، درسته؟ بله. ببین دیگه الان اینجا با کراس و اینجور چیزا کار نمیکنه، فقط با ابر و کمو. یعنی هر موقع ابر و کمو به سیگنال داد این اوردری رو انجام میده که همونطور که میبینید در واقع ابر و کمو 26 تا کندل جلوتره. خب اینم یه استاپ میکنم. این گراف هم میخوایم با هم ببینیم. یکی از استراتژی‌های مورد علاقه خودم هست در واقع استفاده از ابر و کمو و حالا کراس نمودار با ابر و کمو. این هم گرافشه که داخل طول، حالا این نمودار هم تایم فرامش 5 دقیقه است، یعنی تمام کندل حالا 5 دقیقه و میبینید که به خوبی داره پیش میره. خب یه استاپ کنیم، بریم و کراس نمودار با ابر و کمو رو با هم بررسی کنیم. اسمشو گذاشتم حالا چارت کمو. اوکی میکنم و استارت میزنم، یکم سرعت رو کم میکنم، تمپلیت مورد نظر رو قرار میدم روی چارت. خب اینجا قراره چه اتفاقی بیفته؟ اینجا قراره هر موقع نمودار ابر و کمو رو کامل کراس کرد سیگنال گیری انجام بشه. یعنی اگر این نمودار این ابر و کمو رو کامل شکست، قراره سیگنال بگیره و اوردر بگیره. ببینید به محض کراس اینجا برخورد کرد و کندل کلوز شد، اوردر سل گرفته شد، بره بالا، حالا بعد اوردر بای بگیره یا اینکه بره بالا برگرده. بله ببین تو هر بار کراس به سمت بالا یا به سمت پایین اوردر گرفته میشه. سرعتشو زیاد میکنم و میتونیم اینجا گراف هم مشاهده بکنیم که به چه صورت حالا اوردر گیری هم داره انجام میشه. با مدیریت سرمایه خیلی تمیزی داره انجام میشه، تک پروفیت رو داره خیلی دقیق میذاره. این هدف همون توضیح مدیریت سرمایه است که ما مدیریت سرمایه به خوبی یاد بگیریم. ببینید داخل بازار اگر ما مدیریت سرمایه به درستی رعایت بکنیم، احتمال اینکه ضرر بکنیم خیلی کمه. استراتژی‌های معاملاتی به تنهایی محکوم به شکستن. اگر یه استراتژی کاملا موفقی 100% وجود داشت، دیگه اصلا نیازی نبود که استراتژی دیگه‌ای بخواد توضیح داده بشه.
هدف از مدیریت سرمایه این هستش که شما بتونید بهترین وین ریت رو داشته باشید، با توجه به موجودی که دارید معاملاتتون رو به درستی انجام بدید و خب در نهایت بتونید که سود بهتری داشته باشید. خب این هم شد توضیحات در مورد اندیکاتور ایچیموکو و سیگنال گیری و انواع سیگنال گیری. از جلسه بعدی حالا اون دیگه فکر کنم ویدیوهایی که بعد از این ویدیو ایچیموکو توی جلسه 6 که ویدیو شماره 6 بود، بعدش یه وارد مدیریت سرمایه شده بودم که دیگه اونا خودشون بحث مدیریت سرمایه و اینا بود. ترجیح میدم که حالا توی جلسات بعد اول با اندیکاتورها شروع بکنم، یعنی حدودا فکر کنم 15 یا 20 اندیکاتور معروف و پر کاربرد رو سوار کردم، با اونها شروع میکنم و هر کدوم رو یه توضیح میدیم، با هم پیش میریم و هر کدوم هم تست میکنم، میام براتون روی همین مدیریت سرمایه میذارم و با این مدیریت سرمایه براتون تست میکنم. اگر حالا خودتون هم استراتژی خاصی دارید میخواین تست کنید، اشکال نداره، بگید که فلان چیزم هست، اگه امکانش هست من برام تست کنید. شما هر استراتژی داشته باشید توی کامنت ها به من بگید، من همون استراتژی رو براتون پیاده میکنم و روی همین مدیریت سرمایه میذارم و براتون تستش رو انجام میدم و میبینید که اگه استراتژیتون هر چقدر که از نظر خودتون یا حالا بعضی حالا میگن که آقا استراتژی ضعیف بود یا هر چیزی، با مدیریت سرمایه چقدر اون استراتژی قوی میشه. خب امیدوارم که این خسته نکرده باشین جلسه آموزشی شما رو و موفق و پیروز باشی تا جلسه بعد.